سلام خدمت دوستان. ماشین اطلس گرفتم، یه ماهی هست تحویل گرفتم. قبل این 1 سال کویک داشتم. ماشین خوبیه، موتور گیر بوکسش بهتر شده از کویک. مثلا کلاجش که همیشه لرزش داشت خیلی خوب شده، ولی یه مشکل داره، اتاقش کوچیک شده نسبت به کویک. اتاقش بزرگتر بود، عقبش بزرگتر بود. یکی صندلیشان صفر شده، صندلی اون نرمتر بود. خوبه کویک این بود که اتاقش بزرگتر بود، صندلیش نرمتر بود. این اتاقش کوچیک شده، صندلیشان صفر شده. ولی لازم موتور گیربکس خوب شده، کلاجش نرم شده، موتورش تقویت شده. من تیپ جی الش گرفتم بدون سانروفه. قد مثلا 180 تا 190 دارید مثل من ممکنه خورده اذیت شید، چون خورده کوچیک شده. مثل خواستن صندوق عقبش رو بزرگ کنن، یه خورده صندلی عقب آوردن جلوتر، یه خورده کوچیک شده. یادت باشه گرفتی حتما برید ایسیوش رو آپدیت کنین، چون مصرفتون کم میشه.